حکومت اوکراین و آمریکا سازشنامه‌ای را امضا کردند که به ایالات متحده امکان می‌دهد قراردادهای با امتیاز برای استخراج معدن در اوکراین را به دست بیارد و عین زمان بازسازی کشور را تامین مالی کند. وزارت مالی آمریکا روز 30 اپریل عکسی را نشر کرد که در آن وزیر مالیه اسکات بسنت با یولیا سویریدنکو معاون اول نخست وزیر اوکراین سازش مذکور را در شهر واشنگتن امضا می‌کنند. با گفته وزارت این توافقنامه بیانگر واضح عهد حکومت ترامپ با اوکراین آزاد، مستقل و شکوفا است. دونالد ترامپ با حمایت از این توافق گفته است که آمریکا باید در عوض کمک‌های نظامی خود با اوکراین چیزی دریافت کند و پیش از امضای سازش در روز چهارشنبه گفته‌اش را تکرار کرد. من گفتم که ما برای تلاش‌هایمان چیزی را می‌خواهیم که قابل قبول است. ما معدن نادر می‌خواهیم. آنها معدن‌های نادری بسیار خوب دارند. ما همیشه معدن‌های نادر جستجو داشتیم. از بس که کم هستند نادر نامیده می‌شوند. آنها از این معدن‌ها بسیار دارند. اوکراین ثروت‌های طبیعی زیاد دارد، از جمله فلزات نادر که برای استحصال ابزارهای الکترونی بسیار زیاد استفاده می‌شوند. اوکراین همچنین دارای ذخیره‌های عظیم آهن، اوران و گاز طبیعی است. سازشنامه نقش مهمی در تلاش‌های کیف برای ترمیم روابط با دونالد ترامپ و حکومت آمریکا دارد. رابطه‌ای که پس از برگشت ترامپ به حکومت در ماه ژانویه دچار تنش شد. از زمان تجاوز روسیه به اوکراین در سال 2022 ایالات متحده کمک رسانی بزرگترین اوکراین بود و مقام‌های اوکراینی امید داشتند که توافقنامه اجازه می‌دهد ایالات متحده همچون کمک رسانی دائمی در مقابل روسیه خواهد ماند. درباره بنیاد بازسازی اوکراین سویریدنکو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بر اساس توافقنامه واشنگتن در این بنیاد سهم می‌گذارد. به نوشته او علاوه بر کمک‌های مالی مستقیم، توافق می‌تواند شامل کمک‌های نو نیز باشد، برای مثال سیستم دفاع هوایی برای اوکراین. واشنگتن به این پیشنهاد واکنش نشان نداده است. سازش بین دو طرف حاصل ماه‌ها مذاکرات از جمله گفتگوهای تند بوده است. پیشنویس توافقنامه نشان می‌دهد که اوکراین موفق شده است طلب بازپرداخت کمک‌های نظامی گذشته به ایالات متحده را از متن بردارد. با این حال پیشنویس هیچ ضمانت قطعی آمریکا برای امنیت در اوکراین را نمی‌دهد، آن چیزی را که اوکراین از اول می‌خواست.